زلیم. بچه‌ها خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز برای یه دسر خوشمزه درست کنیم. بزن بریم. بچه‌ها موز داریم، شکر داریم، پودری کاکائو داریم. چقدر پودری کاکائوه؟ 2 قاشق غذاخوری. شکرم 2 قاشق غذاخوری. همزن بوق. شیر چقدر؟ نصف لیوان. یه دونه موز رو میندازیم تو اینجا. پودر کاکائو، شکر و شیر. با یک شیر موز خودمونه با شکلات. خب اینو میذاریم که همش بزنیم. بعد الان باید بذاریمش رو حرارت تا غلیظ شه. تا اومده غلیظ شه اون لایکو بکو. خیلی فیکی آجی. چیه ناموسن؟ نصفش سوخته. میذاریمش که یخچال سفت نشه. بچه احساس کنم تو آشغالیه. اینو بعد از 2 ساعت از توی یخچال در آوردیمش. اینجوری می‌خوایم برش گردونیم. بسم الله. نظرت بل شد؟ نه ها چه بل نمیشه؟ نه داره بل میشه. نه ولش کن ببین داری خرابترش میکنی. آقا همونطوری که میبینید این اصلا جدا نشد. من واقعا این دسر فکر نکنم ازش مالی باشه. همچین دسر آنچنانی واو نمیشه گفت. یه جوریه، خیلی یه جوریه. اصلا انگار داری برادر از ماتریکس خارج شد. انگار داری چیز میخوری. مثلا ببین موز رو بکنی تو دارچین ولی خراب بشه، خیلی مزخرفه، نخورید. این آشغالا رو درست نکنید. اصلا شبیه ویدیو که نشد، اصلا قالبی در نیامد. بعد از اونم مزهش که اصلا خیلی، حالا میگی ظاهرش که افتضاح بود، واقعا مزه داشته باشه که اصلا مزه هم نداشت. تو کامنت ها بگید آقا ویدیو بعدی چی باشه، دسر بعدی رو بهم پیشنهاد بدید. کامنت بزنید اصلا هستید نیستید. 90 نفر نگاه میکنی. بابا لعنتیه کامنت بذاری، حرف بزنی. آدم فکر کنه باته. فقط آره بات دیگه، نگاه من کنه. فکر کنم همتون ربات، اصلا هیچ نظری نمیده.